Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nag'zi Komiljon. Mesha rahmat. Salomati خوب. Zinati خوب. Avvalot خوبه. Keyingi ko'rako xona farzando so'zay. Rahmat. Bacha kamnamo chand ro'zay میبینیم در پیش چشمم نمیتوی. گو میبرمادی صحبت میکردیم تای دومدا ها؟ راست گپ Komiljon راست میگی. 3 روز بود که قطعی عروسم دامگیری بدم. کجا؟ سفیداره دا. نه. اوه. خاندا تابزا میتونی دا. باور که Komiljon این سفیداره رو که من در تلویزیون دیده بودم. آن که در حقیقت رفتم ای پیش دیدم این جایی بوده که راحت جای بهترین این همه خیلی خوشروی بوده که هوشم رفت دیدم. خاندا تابزا میتونی خیلی همین رفیق شده آخی برادر شده آخی نخود مرا یه بار همونجا نبرید میرایم خانه میگویده. Komiljon یک خدمت ایت امیر بود که من ترام سفیداره میبرم. نه. اوه. چی خدمت ما در خدمتیم؟ Komiljon این اولی من خانه میرم همین زنم بو غر کجا بودی همین التماس تعمیر مر یه بار ویروچات که همین زنگ زدت پرسیدکتا بگو هو خانی مده بود قطعی بود. چی؟ همین قگا باشه ما در خدمتیم؟ میشه Komiljon همین کی پرسید میگم در خونه ما بود چی؟ تا الان خدمت که ما همین ترا سفیداره قطعی تشکیلیش گام نیست Komiljon همین کی بپرسه بگم در خونه ما بود همین کی وقتی زنگ زد پرسید بگو قطعی بود تمام مایل Komiljon چی؟ گام نیست همین خدمت بود که مایلش خوب رحمت کمیل رحمت گام نیست Assalomu alaykum Zanajon. Ina ma omadim. آمدی خوش آمدی سری را نشینم خانه سازم با مویهای سیاه شانه سازم با مویهای سیاه شانه رنگه خود را بهتر از این بیگانه سازم. گوش که مرا کم شیطانی که کم دمشیر بخون 3 روز در گجا بدی تو خونه و در زن و فرزند نداری تو ایزا نمیکشی تو چه دل دمی گوده که نمیسوزه ایجا بیو ایزا نمیکشی دل به همی یک نمیسوزه چه بچه جانی من او زنگ جان او من خونه اگه کمیل نمودم در خونه کمیل 1 روزای 2 روزای 3 روزای 3 روز تو نبودی در خونه کمیل بودی انیق های تو بکرم او چه دروغ میگفتم او خونه اگه کمیل نمودم کو در خونه کمیل بودی نمره کمیل هم رفته نمراشا؟ نه گاب نیست زنگ جان 20 پرابلم اینا بنویس چنده؟ حالا 20 97 نویستی؟ نه 14 22 33 این زنگ بزنشم سلام علیکم اکای کمیل اکای کمیل بخشه چی پرسیم تو نه همی سادی 3 روز در خونه نبود که شما بود های اگه جان خونه مده بود این هادی ساعتی کردیم 6 تا شخمت بودی کسته دختر هم تلویزیون کی میکوه بیزار کنه که او رو زنده در کلیت کنه رفتم یا استو آوردم مرده سوز کردم میمونه همین فوتبال می سوز تماشا کنم به زور مون کتی هم فوتبال و دمو توب نکفید که ما خلاص شیم 24 ساعت هم فوتبال تماشا میکنه مرده یا مایده بیرون میبرومد فقط تماشا میکنیم ما کینو تماشا کنیم خواب کردم بیسار خواب نمیکنم چه خیلی زنه که این بود همین فوتبال سوز تماشا کنیم خواب که همینود خواب نمیکنم هم دادری من بود که رفتی مسکره کار کردی پول آوردی همین تلویزیون خریدی زنه ما تا گفتم خواب کن خواب نمیکنم گفتم تا بیا خونه و چند بر من خونه و چند نبردی من زنه خواب کن نه خونه همسایه بمونم نه خونه و چند بمونم هیچ جا نمیمونه رفته خواب نمیکنم ما تا گفتم خواب کن خواب نمیکنم خواب کن خواب نمیکنم خواب نمیکنی؟ نه یه منوت خواب خورم مالش خواب میرم نه که خواب نمیکنم
در خانه در کمر پمر هست یا خی برفی در زمستون در خانه گرمه کودکا گرمان اوکی او کم کم هستن او نمیک امروز است چون خوبچه رفتم و واردم اکد امو چیزا بودای خوجان ای یا چی را پرسیدنید بدم ناو یا ماشینی ناو گرفتم مبارک بارک شوم من نفهمیدم راستی که من ناو یا خشبه گرفتم میگم من خنکی در مورد آنتی فریز ممکنه دکتر دوره واقعا آنتی فریز ممکنه آنتی فریز اساس برای خنکی او در رادیاتورش میریزی اما میگم یکو ماهیدگای را کنم با سازی کنادی سازی تینجای چی خوای ما داری همه وای ما کردی خریدو وای ما نکردی چی با آرو شوانده تایکو نه دیدم در پیش بالای دیوار تو خطیه بچه لوباف دارن اینه با تو اینجا وای ما کردی شوانده ما عجیبه گرفتن در سر دیوالی ما در سر دیوار خطون لوباف دارن یه بیا چومه که خیلی گم میزنی تو بکر همینو برای ببین باور کنی همین وای ما کرده میگرم اوخه بشخه عروسش بود های با وای ما که که یا خچ بگیرتا نه سر که هرچی اومده جون خلاص شده همین افخال وای میگیدم ای بچه تو ای بنده میدونی یا بچه کلون نخواد تو دروغ بگویم خیلی تو بکرم چی دروغ گفتم من دیدم عروست قطعه باشی در بالای دیوالاتون بود رفتم دیدم او دیوالای ما نبود شب تو رو دیدم در خوابی چی میکنی شما اینجا ده؟ اکا جان کدام شما ده زنگ زده سای